صحیح بزن صحیح بزن صحیح بزن زرفو خب واسه دارش خدا واسه این واسه کنم واسه نه این وضعیت این بچهای ما استاد میبینی این بله واقعا اینیت یک حالت داریم سایکو که یا چی از خودتان سایکو من میگم درس بخوان اینیت یک حالت داریم ما بشرمین یک ذره خجالت بکشینی یا حالا سایکی وضعیت سایکی دیگه چی حال است چی رقم روزگار است هیچی رقم حالت است سایک استاد مرا شما باز ملامت میکنین میگن چرا جنجال دارید در فامیل در خانه این کتی بچه درس بخوان میگن مکتب بخوان کتاب بخوان این تمام روز گیم بزنن برام خیر بشینیم گپ بزنیم نمیشه یا مشکل حل شوه بخیر ای خدا بیشی استاد بیشی یا بچه بیشی تمام روز از تو گیم تمام روز از تو اینمی کارهای لاگشتی یمی دیگه چه سایکو استاد خوب هستی؟ تشکر شما خوب هستین خانه خیرت خوب هستی استاد بخیر باشی ما بخی پیش شما شرمنده شدم خواهش میکنم اینت یک حالت داریم دیدی اینت یک حالت داریم ما بچه میگم درس بخوانین آینده تان یک چیزی جور شود هم به خود خدمت کنین هم بر جامعه خدمت بکنین اینت یک روز است نه درس است نه کتابچه است نه قلم است نه کتاب یک روز ما دست یا قلم کتابچه نهید با بچه شما هیچ شرم نداریم اول بخیر موقع اینی که میزد صدا کرد بیا من بود ما غریب بود نیلی بود ما هم بود در دوش بودم سکین فقط این تمام روز این میال است این میال است او بچه مملکت ما شما با بیسواد جور نمیشه این مملکت به این رقم حالت پیشرفت و ترقی را قطعا نمیبینه هیچ نمیبینه این رقم حالت در بهترین مکتب شاملشان کردم در بهترین کورس ها شاملشان کردم تمام روز از یاس نه وقت درسشان معلوم است نه وقت مکتبشان معلوم است یک حالت داره مینه تو باز مرا ملامت بکنی که تو چرا جنجال داری که اولادا خودت تو روز مرا ملامت که پیشروی کاکا صفدرشان کلی گفتی که چرا سر صدایت بالاست این خو کو اینو تو یک حالت دار واقعا ما از مشکل خبر شده بودیم که نمیفهمیم که مشکل از کجا سرچشمه گرفته چرا اینا به گفت پدر خود نیستن چرا مشکل ساز شدن استاد گرامی مادر از دستشان به تکلیف من خودم اینت یک حالت خودتان به چشم سر دیدیم ما شما میال رفتیم در خانه احمدشان اونجا یک موضوعی که ما شما حل کردیم تو مناقشات و گپا در بین فامیلا بود بله سعی که ما میریم در بیرون مشکلات مردم رو بررسی میکنیم به خاطر حل مشکلات مردم کوشش میکنیم که چی رقم راه ها رو ولی در خانه خودم ما سکین یک حالت داریم 100 دفعه اینا رو گفتیم درس بخوان درس نمیخوانن لاگشتی میکنن من نمیفهم که او بچه همین تو چی بی خیال بالاخره خیمت چی کنم که تو چرا مکتب صحیح درس نمیخوام میرم مکتب هم میرم درس آری خامیار ما سعی کردم وقت گیم زدن بود درس نبودم مکتب استاد زبری رخصت این معلم شما که نباشه خیلی شما باز در خانه درس نمیخوانید در مکتب درس نمیخوانید موضوع نداشتیم چیزی او بچه ما که در وقتش که مکتب میخواندیم اگر معلم ما نمی آمد اول نمره مکتب ما می آمد او درس تشریح میکرد درس میداد به جای معلم وظیفه داشت و او درس بر ما تشریح هم میکرد بر ما کار خانگی هم میداد ای در مکتب شما در صف شما گپا نیست یا شما تیرتان نمیارید ما خودم اول نمره هستم پدرجان حالا تو خود اول نمره هم هست یا چی هستی این رقم نمایندگی از اول نمرگی میکند امی گیم زدن امی درس نخواندن و اطاعت از پدر نکردن و امی رقم حالتا در کوچه و استاد محترم در کوچه مردم از دستشان شکایت دارد در سرک مردم از پیششان شکایت دارد در خانه شکایت دارم تمام روز و دیگر میبینی و دیگر در پیش دروازه میه بچه‌هارم جمع میکنه لوچکارم جمع میکنه در بغل دروازه ما هم سایه داریم در اینجا
در بغل خانه ما همسایه ما است، فامیل دارن. این میلو چکا تمام روز گپای بلند چتی گپا، به جای گپا. مردم صدایش برآمده، شکایت های خود مردم بر ما کردن. یا کی میفهمن قدر پدره؟ قدر پدر یا کی میفهمن؟ قدر مادر کی میفهمن؟ قدر استاد کی میفهمن؟ من نمیفهم. استاد اینا خود دیدی به چشم سرت والله که به دو بینی رسیدین. در بهترین مکتبا شاملشان کردیم. این استاد او بیچاره او روز از وظیفه آمد، مبرش زنگ زدم گفتم دشار هستی، من نمیتونستم راستی پایم درد میکرد. به استاد زنگ زدم گفتم که یک درجن کتابچه بر ما بیار، همین بچه‌ها ضرورت داشتن. اون سر از کتابچه را خریدم، پیسه اکش برش دادم، استاد خیر بینم رو برام آورد. مگه مینم اونم کتابچه در روز میشه که استاد آورد، همین کتابچه شان سک ورقشون یک الف هم نوشته نیست. شما دقیق گفتین. پدر است که بر شما زحمت کشیده و به شما خانه آباد کرده. آقا این همیشه اینی محمد این زلفوی بس زبان نکو. استاد این ما پیشروی شما دین خدا میکنم. ما امیدوار هستم از خداوند برشان توفیق میخوام، خداوندشان هدایت کنه. یعنی شما ما هستین، شکر که شما میسنه به چشم سرتان دیدین. استاد گفته زبان مویساس کرد، امیارا گفته هیچ دیگه حوصله برام نماند. خودت یک چیزی برای بفهمون و بچه‌ها امی استاد خود شما میشناسین در منطقه، هم مردم عزتش داره، هم مردم قدرش دارد و امی آدم در این منطقه حرفش هم که از زمین نمیندازه. خیلی آدم شریف از پیشرویش یاد نمیکنیم که استاد دلش چیزی نگرده. استاد یک چیز نصیحت بکنه میاره کمی میگه به خود گوش بکنن که یک راه یک مسیر بر خود تعیین بکنن که هم آینده خودشان درخشان شود، هم خانواده‌هایشان از یا فیض ببرن، برکت ببرن و هم خودشان یک شخصیت جوش. استاد یک چیز نصیحت میاره بکنه خیر ببینی از خیر سر. حرف پدر باید شما قبول کنین. پدر است که شما هستین. باید شما قدر پدرتان بدانین. پدر چیزی که میگه به نفعتان میگه. هیچ وقت پدر به نقص اولاد خود گپ نمیزنه. خصوصا استادی که ما میشناسیم، همسایه هستیم، از این ما هیچ بدی تا فعلا ندیدیم. بچه گوش کردن گپش. آفرین بچه‌م. یعنی تو بچه قندم متوجه باشین. اگر اول نمره هستی ما سرت افتخار میکنم که اول نمره هستی. خوب است که اول نمره هستی. بچهای لایق هستین. بچه یکای ما خوب در درس خود لایق هستن. فقط نمیفهمم که سرزمین چی شده. استاد نمیفهمم چی شده. خداوند یارا هدایت کنه. آمین. خدای پاک دیگه یارا هدایت بکنه. من همیشه دعا میکنم برای ما خدا بچه یکای ما را هدایت بکنه. بچهای ما بچهای شون که خانه، فامیل، بیرون، در همسایه همگی سر از دست از یا به امان باشه. ان شاء الله گپای ما رو گوش کردین بچین. قربان شما شوم. خیر ببینین بچه‌ام، خیر ببینین. شما را خداوند جان جور نصیب بکند. استاد خیر ببینی. خداوند جان جور نصیب بکنه. خیر ببینی. استاد تو هم خداوند جان جور نصیب بکند. همین اولاد کایم برای کمک نصیحت بکن که همین نزاکت‌های اجتماعی را در و همسایه را بفهمن که در همسایه چی حق داره یک همسایه سر همسایه دیگه. بله. و همین نزاکت‌های اجتماعی را متوجه باشن که مردم دو میزنن، مردم بیاب میکنن که امیا یک ذره امی گپ متوجه شون. استاد شما چرا ایده میکنین پدرتان در منطقه که میبینین یک نام با عزت، یک شخص با عزت است، کار کنین که یک افتخار برای خانواده خود شوین، کار کنین که جامعه را آباد کنین، کار کنین که یک نفر برای یک نفر الگو جور شوین، یک الگوی خوبی شوین. کاری را کنین که پدر برای سرتان افتخار کنه که بچه اینی کار کرده و خوب کرده، نه که برای که همسایه تک بزنه که والا فلانی آمده، احمد آمده این کار کرده، شیشه را شکستان داد، خیر ببین این آمده سرک خراب کرده، را بند که همسایه اذیت، پدر اذیت، خانواده اذیت. کار کنین پدر اول قدر پدر بدانین، پیش از جامعه، همسایه، دیگه اول پدر قدر پدرتون کنین. پدر توفیق الهی از برتون، توفیق الهی از همین پدر است که یک سهولت برتون مهیا کرده. اگه همین نباشه شما هیچ هستین. اما که جامعه جور است، هر پدر همه قدر کار کرده که جامعه جور است. کوشش کنین که خوب باشین، یک الگوی خوبی بر دیگران باشین که از شما عبرت بگیره و افتخار پدر خود. خیر ببینی استاد خان، خیر ببینی. ان شاء الله که همین گپا براتون کافی باشه و سر همی عمل کنین
و یک الگوی خوب بر پدر و بر دیگران جامعه شوید. خیر ببین استاد، زنده باشی، سلامت باشی. تشکر. چه خوب یک راهی را بر شما نشان داد، کل گیر ما را متوجه ساخت که مسئولیت های ما چی است. در یک محل و یک منطقه که زندگی میکنیم کدام نزاکت ها را باید متوجه باشیم. خدا تان جان جور بته استاد. خیر بین خود شما را داریم، کل منطقه ما سر شما دو بزرگوارا فخر میکنن. خیر بین باشه دیگه کردین ان شاء الله که دیگه امی گپای استادا را گپای من میشنوین ان شاء الله که بعد از این درستان میخوانین و همسایه را مازار نمیتین، در سرک و در کوچه بی بندوبار نمیکردین. درسته بچیم؟ قربان شما بچهای قندم. بریم بچم دیگه کتابکتون بگیرین، درستان بخورین، برین بخیر. قربان سرتان شما. بیاین دبوجه برین، دبوجه بیر کتابچه‌تون بگیرین بچیم. خیر ببینی بچیم، سلامت باشی. او بچه یک چای سبزم تو مزه‌دار بگدم که همه که چایش بگو تون دم که استاد ادرا چای تون خوش داره. خیر ببینی بچیم، برو بخیر.